اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 25 ربیع الاول سال 1428 هجری مطابق 13 اپریل سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند مهربان هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سید برخوردار گرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظیم. من انشاءالله باور دارم که اکثر شما، شاید همه شما، این سوره را از یاد می‌دانید و شاید هر روز کمش یک مرتبه این سوره را شما در نمازها قرائت می‌کنید و شاید بسیاری شما از معنای این سوره هم با خبر هستید مختصر، و سبب نازل شدن این سوره را هم بسیاری ها شاید بدانید که این سوره چرا نازل شده است. از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفتند لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی وقتی که خداوند این آیت را که از سوره شعراء است، آیت 214 و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، آگاه کن، بین کن خویشاوندان نزدیکت را، مراجعت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سعید النبی صلی الله علیه و سلم علی الصفا و نادا. وقتی این آیت نازل شد که خداوند پیغمبر را امر کرد که خویشاوندان نزدیکت را بینده، آگاه کن، بترسان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای کوه صفا برآمدند که در مابین شهر مکه جای گرفته است
و با آواز بلند ندا کردند یا بنی فهر یا بنی عدی لبطون من قریشین حتی اجتمعوا. و هر یک قبیله را نام گرفته ایستاده گفتن ای بنی فهر، یعنی ای اولاد فهر، ای اولاد عدی. و هر یک اولاد را انهمی خیل نام به نام گرفته ایستاده مردم را جیغ زده، حتی اینکه همه در اطراف کوه صفا در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع آمدند. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو الخبر. پس کسی که خودش شخصا رفته نتوانست به نزد کوه صفا و نزد پیغمبر علیه السلام، نماینده خودش را فرستاد که برو ببین چه گپ است، چه خبر است. فاجتمعت قریش و جاء عمه ابو لهب. تمام قریشی ها، تمام قبیله های قریش جمع شدند و در بین آنها عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو لهب هم آنجا حاضر شد. فقالوا ما وراءک. پس پرسیدند که ای محمد چه خبری داری که اینجا همه ما را جمع کرده؟ فقال صلی الله علیه و سلم ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما به من گویید که اگر من حاضر شما را خبر دهم که در قفای این کوه یک لشکری جرار جمع آمده است و می‌خواهد که بالای شما برای غارت درآید و شما را نیست و نابود کنند، آیا شما به من باور میکنید یا نه؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. همه باید آواز گفتن که البته ما به تو باور میکنیم ای محمد، چرا که تا امروز در دوام عمر 40 سالت ما باره هم از تو نشنیده ایم که یک کلمه سخن دروغ گفته باشی. تو هیچ وقت سخن دروغ نگفتی، ما از تو یک کلمه هم سخن دروغ نشنیده ایم، چگونه ما بگم تو باور نمی کنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. اگر که شما به من باور میکنید پس جمع کردن من شما را سببش این است که میخواهم شما را آگاه کنم که در پیش عذاب سخت آماده است. میخواهم شما را از همون عذاب سختی در پیش ایستاده آگاه کنم که شما از همون عذاب خودتان نجات بخشید. و در روایت های دیگر میگویند پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولا یکم و یگانگی خدای تبارک و تعالی و رسالت خودشان را برای جمع شدگان اعلام کردند که در عالم به جز الله یگانه خدای دیگری وجود ندارد و من که محمد پسر عبدالله هستم فرستاده بر حق خدا برای شمایان هستم. پس شما آگاه باشید که دنیایی که شما در آن زندگی میکنید دنیای گذرا است و پس از این دنیا دنیای دیگری است که آخرت نام دارد و هر کسی که در این دنیا به خدا و پیغمبرش محمد ایمان نمی بیارد در اون دنیا جای او آتش دوزخ است. و شما که نزدیکترین خویشان من هستید آگاه باشید که در آن دنیا از دست من هیچ چیز نمی آید که شما را از عذاب خدا نجات دهد. شما خودتان امروز بهبودی خودتان بینید و به دختری عزیزشان حضرت فاطمه رضی الله عنها جداگانه مراجعه کرده ایستاده گفتند که دخترم تو هم تیاری خودت را بین که فردا من که پدر تو باشد برای تو هیچی یاری کرده نمیتوانم.
برای چی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزدیکای خودشان جمع کردن و خدا هم و انذر عشیرتک الاقربین گفته ایستاده خویشاشان امر کرد که آگاه کند از عذاب در پیش ایستاده که قیامت است. و چرا دخترشان فاطمه رضی الله عنها را جداگانه نصیحت کردند؟ برای آنکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر نزدیکان خودشان از این چیز آگاه کنند و اگر گویم که من از دستم هیچ چیز نمی آید فردای قیامت هر یکی شما تیاریتان ببینید، این برای دیگر مردم تاثیر بخشتر میشه که این پیغمبر وقتی که فرزند خودش میگوید تو تیاریت ببین من از دستم هیچ چیز نمی آید، پس این چیزی که به ما خبر میده یک چیزی حق است و راست است. اما در جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم همه سکوت را اختیار کردند. در دل هر یکی همون جمع شده حالا ایمان نبود، آنها حال خبر نداشتند از خدای یگانه، از رسالت محمد صلی الله علیه وسلم، از روز قیامت هیچ خبر نداشتند. اما همین خبری پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همین جمع کردن آنها در اطراف کوه صفا در دل آنها یک وهم و واهمه را انداخت. بنابراین همه آرام حیرت زده ماندند. اما از بین آنها عمه پیغمبر ابولهب چی گفت؟ تبا لک یا محمد سائر اليوم الیهذا جمعتنا. این موری محمد برای همین گپی بیهوده ما رو جمع کرده اینجا. اینقدر کوه صفا و برآمده، اینقدر با آواز بلند هر یک قبیله نام گرفته اینجا ما رو جمع کردی. آیا خبری که به ما دادن میخواهی همین است که گویی این دنیا تمام میشود و قیامت میشود و نیکوکار به جنت و بدکار به دوزخ میرود؟ آیا برای همین یک سخنی پوچ ما رو اینجا جمع کردی؟ نعوذ بالله. یعنی باور نکرد. خدای تبارک و تعالی از همین سوره را جوابا نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب. چون ابو لهب به پیغمبر گرامی به احترام کرده ایستاده، به جای دعوتشان لبیک گفتن و ایمان آوردن و آمادگی خودش را برای قیامت پیش گرفتن، چی گفت؟ تبا لک یا محمد. موری ای محمد تو ماهانه برای همین جمع کرد. خدا هم موافق به همین سخن ابو لهب همین سوره را نازل کرد که تبت یدا ابی لهب. محمد هلاک نه، ابو لهب هلاک شد. مراد ابو لهب و خدا یک بار خبرش را هم داد که و تب و هلاک هم شد. ابو لهب در همین دنیا به چه خاری ها مرده برفت به سبب ایمان نآوردن و قبول نکردنش ان همین دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و آیت اولی این سوره خود حقانیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تصدیق می‌کند که ابو لهب هلاک شود، ابو لهب مرد و تب و ابو لهب مرد. یک بار خبر داد و حالا که ابو لهب زنده بود، لیکن چون ابو لهب به خواری و زاری از دنیا بی ایمان گذشته رفت، بنابراین این سوره تصدیق آن را می‌کند که پیغمبر از خود سخن نگفتند. این همه سخن خدا بوده است که از غیب خبر داد که ابو لهب همین خیلی خوار و زار به ایمان از دنیا مرده می‌رود. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. ابو لهب صاحب منصب بود، آبرو بود، بایگری بود، اما ما اغنى عنه ماله و ما کسب. نه مالش، نه منصبش، نه فرزندش، نه یار و دوستش، نه جماعتش، نه مافیاش را نتوانست از این عذاب نجات دهد. را نتوانست از این مرگی خار و زار نجات دهد. زیرا ابو لهب به یک بیماری گرفتار شد و مرده ایستاده آنچنان بو کرد که
نزدیکترین دوستش حتی فرزنداش به جسدی حرام او نزدیک نشدند، بلکه غلامها را کرا کردند و با یک چوبی دراز تیله کرده یک چوبی رو برده پرتفتند. هیچ چیزش دیگر برای او یاردم نکرد که از عذاب خدا نجات یابد حتی در این دنیا. سیصلی نارا ذات لهب. اما این عذاب دنیا است. عذابی دیگری است در آخرت که علنگه آتش دوزخ است. سیصلی زود داخل آتش دوزخ می شود، زود داخل علنگه آتش دوزخ می شود این ابو لهب، به خاطر ایمان آوردن و بی حرمتی کردن به پیغمبر خدا. و امرأته حمالة الحطب. و همراه ابو لهب به آتش دوزخ زوجه اش هم که جمیل نام داشت داخل می شود. چرا؟ برای آنکه او حماله حطب بود، یعنی هیزمکش بود. هیزمکش به معنی سخنچین بود. در معرکه های زنها هر کجایی که میرفت نسبت پیغمبر تهمت، بهتان، هر چیزی که میخواست میبافت، پهن کردن میگرفت. مثل که زنها چنین یک عادت دارند. معرکه که جمع شدن، اگر یک زنی بی ایمان و یک زنی بد اخلاق باشد، اگر چهلی که سر میکند امروزها از ملاهای گنده کردن و از مسجد بیزار بودنش و از تویهای اسلامی و شرعی بیزار بودنش، در بین مجلس و محفلهای زنها چگونه پهن میکنن و پریشان میکنن در حق اسلام و مسلمانها و ملاها آوازه های دروغ تهمتها پهن میکنن. جمیل هم که زوجه ابو لهب بود، کسبش همین بود. هر کجا میشیست اسلام گنده میکرد، هر کجا میشیست پیغمبر گنده میکرد. بنابراین ابو لهب آتش دوزخ میشود و زوجهش هم به سبب بدبینیش اسلام و پیغمبر اسلام را به زودی همراه شوهرش داخل آتش دوزخ میشود. فی جیدها حبل من مسد. در حالی که در گردن او ارغمچینی است از پوست خرما. و البته درباره این آیه ها روایت های گوناگون است، لیکن یکی از آن روایت ها این است که همین جمیل که شخصی بدولت بود، در گردنش یک مرجان خیلی قیمت بها داشت و همون مرجان قیمت بهاش فروخته ایستاده، پولش دشمنی اسلام و پیغمبر اسلام صرف کرده. بنابراین خدای تعالی روز قیامت جمیل زوجه ابو لهب گردنش و از آتش دوزخ مرجان آویخته ایستاده را با آتش دوزخ میپرتاید. ببینید آنقدر بدبختی، آنقدر کردیلی، آنقدر دشمنی که مرجان قیمت بهای خودش که چندین هزار دلار می‌ایستد به پول امروزه فروخت و پولش را دشمنی اسلام و پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم به صرف کرد. سبب نازل شدن سوره تبت و معنای آن را به طور مختصر هم باشد، اما پره شما بار دیگر آگاه شدید که این سوره چرا نازل شده است و چی معنا دارد. و شما هر روز وقتی که این سوره را در نماز یا در غیر نماز قرائت میکنید، این معناها را به خاطر بیارید و شکر آن را کنید که شما پیرو ابو لهب نیستید. و زنها شکر آن را کنند که وقتی نماز رو میسن سوره تبت میخوانند پیروی زوجه ابو لهب جمیل نیستند، بلکه خدا را یگانه میدانند و پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم را بر حق میدانند و با گفت و فرمان خدا و پیغمبرش کار و زندگی میکنند و خدای یگانه خودشان را طاعت و عبادت میکنند. اگر پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش بالای کوه صفا و برآمده ایستاده، مردم از عذابی در پیش ایستاده که قیامت نام دارد، آتش دوزخ است، آگاه کرده باشند و بیدار کرده باشند و زنگ غفلت زده باشند از بالای کوه صفا،
این سوره تا حال اهمیتی خودش را گم نکرده است. امروز از بالای یک کوه نیست، بلکه امروز از بالای هزاران هزار میزنه ها، مؤذنه ها مردم را از عذاب در پیش ایستاده آگاه میکنه. این اذانی که هر شبانه روز 5 مرتبه از میزنه ها صدا میدهد الله اکبر الله اکبر، عادت کرده این ما بگیم اذان، اما معنای آن را ما کم اندیشه میکنیم. الله اکبر الله اکبر چی معنی دارد؟ یعنی خدا بزرگ است. یعنی هر مردم سودا کرده ایستادید، کلم زده ایستادید، درس گفته ایستادید، پول شمرده ایستادید، خوراک خورده ایستادید، در توی هستید، در کدام حالت هستید؟ همون حالتی که شما غفلت زده بالای زمین و کار و پول و سودای خودتان بند هستید، ناگهان مؤذن ها صدا می‌دهند الله اکبر، ترک کنید این همه را، خدای بزرگ فراموش نکنید. خدای بزرگتون، آن خدایی که شما را آفرید، آن خدایی که شما را چشم و گوش داد، آن خدایی که به شما حیات داد، آن خدایی که به شما آن قوت ها را داد که کلن زده ایستادید و سودا کرده ایستادید و خوراک خورده ایستادید، او را فراموش نکنید. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، بجز الله در عالم خدای دیگری وجود ندارد. از کسی نترسید، از کسی نترسید، یگانه قوه بزرگ در عالم الله هست. اشهد ان لا اله الا الله، بجز الله هیچ قوه بزرگ دیگری وجود ندارد در عالم. اشهد ان محمد رسول الله، و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری برحق همین خدای یگانه است. بعد این اعلان مؤذن ها میگن حی علی الصلاة، مانید کلنده، مانید قلمه، مانید طبقی آشه، مانید دیگر کارتانه، حی علی الصلاة، به نماز بیایید، پروردگارتان آمده ایستاده عبادت کنید. نماز چی است که اینقدر کلندمانیم و بیلمانیم و آشمانیم و پولمانیم و بازارمانیم و عین تصفیه جوش و خروشی عیش و عشرت و پول جمع کنیم و همه ترک کنیم و نماز کنیم؟ چرا؟ حی علی الفلاح، زیرا نماز این فلاح شما است، نماز این نجات شما است. بیایید به نماز، بیایید به نجات خودتان. اگر پیغمبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش از بالای کوه صفا یک گروه مردم را آگاه کرده باشند که در پیش قیامت است و شما تیاری خودتان را بینید، امروز از بالای صدها هزار میزنه ها مؤذن ها این ندای پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تکرار و تکرار در تمام عالم پهن میکنند و انسانیت را آگاه میکنند که هوی انسان بیدار شو که تو خدا داری، که او الله اکبر است. وی انسان بیدار شو که تو پیغمبری بر حق داری که محمد صلی الله علیه و سلم نام دارد. وی انسان بیدار شو که نجاتی تو در پول و در زمین و در ضیافت خوردن و در عیش و اجرت کردن نیست. وی انسان آگاه شو که نجاتی تو در نماز است، نجاتی تو در عبادت است، نجاتی تو در خدای یکم و یگانه خود را شناختن و او را اطاعت کردن در زندگی است. و اگر باز هم خوبتر ما خواهیم که پیغمبر گرامی خود محمد صلی الله علیه و سلم را شناسیم که پیغمبر کی بودن، در کتاب مشکات المصابیح باب علاهده از اعتصامی به سنت، یعنی چنگ زدن به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و در همین باب چندین حدیث های است که به واسطه ضرب المثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خیلی ساده و روشن بیان کرده شده است که محمد صلی الله علیه و سلم کی بود. از جمله از حضرت ابو موسی رضی الله عنه
روایت است که گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما مثلی و مثل ما بعثنی الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رأيت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجاء. حضرت فرمودند که مثل من و مثل آن چیزی که خدا مرا با آن چیز فرستاده است یعنی اسلام مثل مردی است که به نزد یک قوم می رود و می گوید که ای قوم من دیدم یک لشکری را با چشم خودم که در مسافه چند کیلومتر دورتر آمده است و میخواهد بالای شما به غارت درآید و اینی انا النذیر العریان، من آگاه کننده لج عریان هستم برای شما، پس شما نجات خودتان را به دست آرید، نجات خودتان را به دست آرید. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دوام 23 سال حیات پیغمبرشان به مانند یک مرد بودند. حیاتشان همین خیلی گذشت که عادت همین است در عرب ها و در دیگر جاها هم که وقتی که یک جا سرخطار می شود یا یک واقعی مدهش می شود برای دیگرها را از آن آگاه کردن و خبردار کردن که مبادا اینها هم هلاک نشوند دست به تاقی گرفته ایستاده می داریم و یا اینکه کاستوم یا کرته کشیده ایستاده بال سر به همین خیلی چند زنانده ایستاده می داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تیزتر آگاه شوند و درک کنند که خطری هست در پیش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 23 سال حیات پیغمبرشان به مانند همین خیلی مردی عریانی گذشت که کرته در دست بالای سر همین خیلی فقط روی مردم آگاه شوید خدا یگانه است، روی مردم آگاه شوید و من ایمان بیارید من پیغمبری برم، روی مردم آگاه شوید در پیش عذاب قبر است، مردم آگاه شوید قیامت است، مردم آگاه شوید آتش دوزخ است. پیغمبر 23 سال حیاتشون به مانند انمیخل مرد عریان حیاتشون گذشته و پیغمبر این را با کلمه های مبارک خودشان به ما شرح میدن که من همین خیل حیات خود را برای شما گذراندم. فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. وقتی که یک مرد آمد قومش آگاه کرد که در پیش دشمن است و بالای شما غارت میکند، شما نجات خودتان را به دست بیارید، یک گروهی از آن قوم قبول میکنند و همون شباشبکی با آرامی چیز چارشان جمع میکنند، از جای خودشان میروند یک جایی که آنجا پنهان میشن تا دشمن آنها را هلاک نکند و از دشمن نجات هم نیابند. و کذب طائفه منهم فاصبحوا مکانهم فصبحهم الجیش فاهلكهم واجتاحهم. گروهی دیگر چی میگن این گپی تو راست یا دروغ، یا اگر باور کنن هم میگن خیلی تا وای میبیاد که ما یک نوکر خدا ما خلاص میکنیم و همون جای خودشون ما خواب میرن. اما سحر وقتی که در خواب غفلت هستن دشمن میباید بالای آنها زیر کرده میدارد و همه آنها را میکشد، چیز چارشان به غارت میبرد، خانهشان به زمین یکسان میکند و اگر به یک کلمه گوییم همه آنها را ریشه کم میکند. فذلك مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت به و مثل من عصانی و کذب ما جئت به من الحق. این مثل کسی است که مرا اطاعت کرد و هر چی که من گفتم آن را پیروی کرد و مثل کسی که مرا نافرمانی کرد و هر چی که من گفتم از آن خودش را کنار گرفت، در حالی که این گفته های من همه حق بود و از طریق خدا بود. حدیثی متفق علیه. یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش در بالای کوه صفا برآمده ایستاده
آشکارا مردم را به دین دعوت کرده باشند و مردم را از عذاب در پیش ایستاده قیامت آگاه کرده باشند، این وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تا به امروز پیروان حقیقیشان دوام داده ایستاده. و از همان روزی که پیغمبر بالای کوه صفا برآمدند و این را به مردم اعلام کردند تا به امروز هر کس خدای یگانه و این پیغمبر را در زندگی پیروی کرد و این نجات خودش را همراه از این دنیا گرفته رفت. و این روز هم هر کسی که خدای یگانه و پیغمبر برحقش محمد صلی الله علیه وسلم را اطاعت کرده ایستاده است، او هم تیاری خودش را برای نجات یافتن از عذاب آخرت دیده ایستاده است. اما آنانی که از همون روزهای اول که پیغمبر در کوه صفا این ندا را دادند مثل ابو جهل و ام جمیل به پیغمبر باور نکرد و عذاب خدا گرفتار شد، و تا به امروز هم هر کسی که اطاعت خدای یگانه و اطاعت این پیغمبر برحق محمد صلی الله علیه وسلم را نکرده باشد و هم از نجات محروم شده، به عذاب مثل ابو جهل و ام جمیل گرفتار شده ایستاده است. و امروز هم هر کسی که در زندگی خدای یگانه و پیغمبر برحق او محمد صلی الله علیه وسلم را اطاعت نکند، او هم به عذاب خدا گرفتار نشود. اما خوشا به حال آن انسان‌هایی که در زندگی خدای یک و یگانه و پیغمبر او محمد صلی الله علیه و سلم را شناختند، خدا و پیغمبر را دوست داشتند و موافقی گفتی خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی کرده ایستادند. دعا میکنیم که خداوند این گروه انسانها و از جمله ما و شما را از این راه بیرون نبرد و با ایمان و عمل صالح ما را به آخرت برد که نجات حقیقی برای هر یکی ما و شما و چنین انسانها نصیب گردد. اما چرا ابولهب دعوت پیغمبر را قبول نکرد؟ دادرزادش بود پیغمبر. چرا ام جمیل دعوت پیغمبر را قبول نکرد؟ و چرا تا امروز میلیاردها انسان این دعوت را قبول نکردند؟ و چرا امروز هم میلیاردها این دعوت را قبول نمی کنند؟ چی چیز اینها را از قبول دعوت منع می کنند؟ ابو لهب میدانست که محمد پیغمبری برحق است، میدانست این چیزه، پنهانی قرآن خوانی های پیغمبر را گوش میکرد، لیکن قبول نکرد. و چرا تا امروز میلیاردها مردم هستند که این دعوت را قبول نکنند؟ چی چیز پیش راه اینها را گرفته است که این دعوت حق را قبول نکنند؟ هوا چی؟ نه هر چیزی که نفس شما به آن چیز میل میکند این را هوا میگوید. شما از سحر تا بیگاه چیزی نخوردید، چیزی ننوشیدید، گرسنه تشنه، پیش شما یک طبق آش را میبیارد، دل شما میکشد همون را خورده نشد، میکشد. آبی خنک میبیارد، شما تشنه، دل شما میکشد همون را نوشیده نشد، میکشد. این نامش هوا میگن. یعنی در دل شما خواهش است، میل است که از همون آب خنک نوشید و از همون آش خورید. این چیز نامش هوا میگن. یعنی میل و خواهش شما به هر چیزی که باشد به هوا میگن. اما اگر شما خواستید کاسه آب گرفته ایستاده نوشید، یک کس بود که درون این آب یک چیزی حرام افتیدگی، هرچند شما تشنه هستید، مسلمان که هستید، از نوشیدن آن چیکار میکنید؟ دست میکشید. آش خوردنی میشید، دست دراز میکنید، یک کس بود که این آش نخورید، درون دیگش به یک نجاست افتیده بود، این حرام شدگی، شما از خوردن دست میکشید و حالا که دل شما سخت میل دارد به خوردن همون آش، اما از بس که مسلمان هستید
به خدا و پیغمبر باور دارید و خوردن حرام و نوشیدن حرام برای شما درست نیست، بنابراین شما از خوردن آش و از نوشیدن آب خنک دست میکشید و حالا که شما میخواهید. اما کسی که باور نداشته باشد به خدا، باور نداشته باشد به پیغمبر، چی؟ یعنی مسلمان نباشد، میگه آب سفید تازه چرا ننوشن؟ مثل عرقخورهای جاهل که سفید آب کجاش حرام، نعوذ بالله. عرق خوردن خودش گناهی کبیره بود، با سفید تاب تازه کجای این حرام بود، کافر میشه. انا همین هوا، یعنی خواهش های نفسانی ابو لهب را از قبول کردن اسلام و پیغمبر منع کرد. یعنی وی نخواست که پیروی دادرزادش، که دادرزادم دین بچه از من چقدر خورد و من دادرم پسرش میشد، این پیغمبر و این سردار رو من پیروی میشم. نه این من بدم نزیدان یکی میدانست که پیغمبر برحق است. هوا را از قبول کردن حق منع کرد. بنابراین تا امروز هم این در دنیا امروز چقدر عالم ها و دانشمند ها هستند، چرا اسلام را قبول نمی کنند؟ چرا پیغمبر را قبول نمی کنند؟ چرا که هوا پیش راه آنها را گرفته است. یعنی خواهش های نفسانی پیش راه آنها را گرفته است. مسلمان شوی 5 وقت نماز خواندن، پیرو محمد شوی عرق نخوردن در کار، زنا نکردن در کار، ربا نخوردن در کار، پاره نخوردن در کار. وقتی که این خواهش های نفسانی در وجود انسان سخت چسبیده باشد و از پیروی کردن اسلام و قرآن و پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم روی میگرداند. نعوذ بالله. بعضی جوانهای مسلمان ثروتمند اگر پرسید که چرا به حج نمیروی، حاجبال حج برفته بیام سانی ملک کارای کرده نمیتونن بیان. یعنی وقتی که حاجی میشه دیگر علاقه از مردم شرم دارد که حاجی شده ایستاده ربا خورد، حاجی شده ایستاده زنا برد، حاجی شده ایستاده عرق خورد. از آنکه از این چیزهای نفسش به میفاریدگی محروم شدنش ممکن، حج را که فرض است در گردن اجرا نمی‌کند. این چیز این هوایی است که را از این چیزها منع کرده است. یعنی هواش را پیشش به دیوار شده است از حج کردن. و میلیارد انسان ها هم قبول نکردنشان اسلام و قرآن و پیغمبر آن محمد صلی الله علیه و سلم همین است. چرا قبول نمی کنند؟ برای که قبول کنند از خواهش های نفسانی، لذت هایی که نفسشان به آن عادت کرده است جدا میشن، بنابراین ایمان نمی بیارند. بعد سر میکنند تهمت زدن و بهانه کردن و اسلام به عیب ماندن و قرآن به عیب ماندن و پیغمبر به عیب ماندن و به خاطر چی؟ به خاطر اون که خودشون حق نشان دهند. بنابراین در یک حدیث صحیح از حضرت ابو محمد عبدالله ابن عمرو ابن عاص روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. ایمان هیچ یکی شما مکمل نمی شود حتی اینکه هوای او تابع شود برای آن شریعتی که من از خدا آوردم. یعنی نفسی شما میکشد فایده زیاده که یک آدم $10,000 داده مانید ارم شما به $1,000 $1,000 نه لقه پول آورده میتید پراتسین نفسی همه میخواهد، هیچ کس این کار کرده نمیتواند. به گفتی یک حاجی بابا که پول فقط همه آدم نمیفارد که خوشتیتون برفته فارد بسنده، یعنی قبرستان بود، پول همه نمیفارد. هر ما $1,000 فایده نه خانه به پای دراز کرده خورد که نمیفارد. نفسی انسان همش نمیفارد. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایمان هیچ یکی شما کامل نمیشود تا
تا آنکه خواهش‌های نفسانی شما تابع شریعت من نشود. انا آن کسی که تابع شریعت پیغمبر شده است، ربا فایده کلام هم باشد از او دست میکشد. چرا؟ برای اینکه شریعت محمدی آن را حرام کرده است. پاره گرفتن خوب، $2000 پاره گیرید و یک آدم کارش درست کنید، تئوری کنید، نگی روچکه کردید، بسیار فایده کلام. اما کسی که و تابع شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده است، پاره نمیخورد. آن کسی که تابع شریعت پیغمبر نیست، پاره نمیخورد. تابع شریعت پیغمبر نیست، ربا میخورد. الحمدلله من مسلمان، اما توی میکند از اسلام بیرون. چرا؟ برای که هواش و همون چیز او را تیله کرده است. وگرنه در حقیقت تابع شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشد، در توی خودش از حدود شریعت پیغمبر بیرون نمیبرد. زنها همه باید زبان برا الحمدلله مهانم مسلمان، حتی بعضی ها نماز هم میخوانند، اما وقتی که کوچه میبرایم چی؟ سرلوچ، گردنلوچ، دستلوچ، پالوچ، لباس های تنوک، پیشش بهار آمده ایستاده است، این چیز اوج میگیرد. چرا؟ برای آنکه هوای آنها به این چیز میل دارد. اما شریعت پیغمبر که بزل مسلمان کوچه براندن با این هیئت منع کرده است، به نفسی آنها نمی‌فهمد. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ایمانتان مکمل نمی‌شود تا آنکه هوای شما تابع شریعت من نشود. دلم می‌کشد ربایم، اما باید دست کشیم به خاطر آنکه ما امت پیغمبر هستیم. دل می‌فارد پاره گرفتن، اما از بس که ما تابع شریعت محمدی هستیم از این چیز دست کشیم. نفسی انسان می‌فارد با لباس‌های حریر کوچه براندن، دست و پای لوچ، بهانه‌های زیاد، وسوسه‌های شیطانی که هوای گرم به قاعده میشد زنه که بیچاره مرد میپیچیده درونی رومونبه. نخو اگر شما پیرو شریعت محمدی باشید پیچانید خودتان. اگر نه مرامر گشتن برید، هیچ که دست شما قبیدن نمیتونه. لیکن شما آگاه باشید که از پیروی شریعت محمدی بیرون رفتید دوزخ. طوره پیروی شریعت محمدی میشوید آن وقت جنت. ایمان مکمل در کار برای اینکه انسان از دوزخ نجات یابد و به جنت رود. و این چیز را خدای تبارک و تعالی به واسطه آیت قرآن به ما خبر میدهد که استعیذ بالله فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. اگر ای محمد صلی الله علیه وسلم، اگر مردم دعوت تو را قبول نکنند، پس دانستم که آنها پیروی هوای خودشان است. ابولهب چرا دعوت پیغمبر را قبول نکرد؟ موافق این آیت قرآن گفت که خدا باید پیروی هوای خودش بود. بدونست محمد حق است، اما هوا او را از پیرو شدن منع کرد. بنابراین خدا گفت که آن کسی که دعوت تو را قبول نمی کند دان که باید پیروی هوای خودش است. و میگوید و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله. و کی است گمراهتر از آن کسی که پیروی هوای خودش را کند بیگم خیلی علم و دانشی که از طرف خدا گرفته باشد. یعنی از خدا هیچ دلیل و حجتی ندارد که انسان هر چی که دلش خواهد کرد بگیرد. به مانند که امروز در تمام کره زمین جمعیت دموکراسی را رکلام میکنند که باید جمعیت ها دموکراسی باشد و در نتیجه چی شده است؟ انسان تا به درجه رسیده است که حیوان ها هم از چنین خیل مخلوق بودن چه هستند؟ آر میکنند، شرع میکنند. هیچ حیوان در دنیا نارینه با نارینه‌اش علاقه جنسی نمی کند، نکرده است. اما انسانی به
فهمیش خودشان سیویلیزابل نی، کلتور نی، ترقی کرده، پیشرفته، تمام کار با کامپیوترها در ماشین های قیمت بهاترین، موافق قانون مرد با مرد عقد نکاح میبندد، علاقه جنسی میکنه. میمون همین کارا میکنه. چرا به این درجه رسید انسان؟ برای آنکه حقیقت را، شریعت محمدی را یک طرف ماند و هواش چی که راه نشان داد از پای همون رفتن گرفت. این است نهایت گمراهی انسان. و خدا میگوید در آیت 43 سوره فرقان که استعیذ بالله ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا. یعنی بگوی محمد صلی الله علیه وسلم آن کسی را که هوای خودش را برای خود خدا انتخاب کرده است، آیا تو پشتیبان او میشوی؟ یعنی هیچ وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فردا روز قیامت این خیلی انسان‌های از شریعت محمدی بیرون رفته شفاعت نمی‌کنند. پیغمبر آن انسان را شفاعت می‌کنند که زندگیش موافق شریعت محمدی گذشته باشد و فردا اگر به کدام گناه‌هایش که توبه نکرده باشد و یا توبهش خدا قبول نکرده باشد، پیغمبر همون مسلمانه بعد شفاعت می‌کند. این خیلی که هر یک انسان پیش پیغمبر باید شفاعت کند. و ببینید آن کسی که حقیقت یک طرف مانده ایستاده، شریعت محمدی یک طرف مانده ایستاده، پیرو خواهش‌های نفسانی خودش می شود، خدا گفت که خدای آنها همون هوای آنها است. آنها پرستش میکنن هوای خودشان، هر چی که نفسشون میگه از پی اجرای او هستند، یعنی آنها بنده نفس خودشان هستند. و از گمراهی انسانها پیش از اسلام حضرت ابن عباس رضی الله عنه خبر میدن که کان الرجل من المشرکین یعبد حجرا فاذا راى حجرا احسن منه رماه و اخذ الثانیه فعبده. مردانی بودن از مشرکی یک سنگ خشوع میافتن، علم خدای را میگفتن و کسشان گرام میگشتن، هر زمان به گرام عبادت میکردن. وقتی که یک سنگ از این خوشروتر میدونن با این حواله میدونن میگفتن که اینش خدایه. یعنی اگر از اون 400 سال پیش انسان ها یک سنگ خدا میگفتند و این پیروی هوای خودشان بود، دیگر چیزی نبود. سنگ چگونه خدا میشه؟ کوچه پوری سنگ، تگی پوری سنگ چگونه خدا میشه؟ این نهایت جهالت انسان ها بود. اما انسانیت امروز فخر نکند که انسانیت امروز از این جهالت بیرون رفته است. هستند در دنیا حالی هم دولت هایی که در آنجا سنگ ها، آهن ها، دیگر چیزها را تراشیده ایستاده به مانند بود را پرستش میکنند. ترقی کرده، بالای کامپیوتر میشینند، علمشان فراوان، اما بود را پرستش میکنند. لیکن از همه بدترین چیزی که انسانیت گرفتار آن شده است، این هوای خودش است. اینقدر راه و روش پاکیزه، اینقدر یک برنامه خوب زندگی که خدای تعالی با واسطه قرآن عظیم الشأن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای انسانیت پیشنهاد کرده است. انسانیت بیچاره امروز میخیزد کپیتالیسم میسازد، پگه میخیزد سوسیالیسم میسازد، فردا میخیزد دموکراتیسم میسازد، فردای دیگر میخیزد با نمیدونم چی دیگر میساخته باشد، در حالی که یک برنامه خوب و پاکیزه مثل آفتاب روشن در اختیارش هست. اما چرا قبول نمیکنند؟ یعنی باز هم هوا پیش راهی به راه گرفته است. اگر پیرو شریعت محمدی شود، نماز خواندن برایش وظیفه نمیکنه.